سلام به خانواده دوست داشتنی باران قصه. حالتون چطوره؟ خوشحالم که دوباره با یک داستان جدید کنار شما. امیدوارم این چند روزی که گذشته حال دلتون عالی بوده باشه و زندگیتون به شادی گذشته باشه. مثل همیشه آماده شنیدن یک قصه جذاب و پر از اتفاق باشین. ممنونم از همه شما که با لایک و کامنتاتون و حمایتاتون کنار من میمونید و باعث میشید با انگیزه بیشتری داستانهای جدیدی رو براتون آماده کنم. حالا بدون اینکه منتظرتون بذارم بریم سراغ قصه امشبمون. قصه ای که قراره شما رو با خودش همراه کنه. بریم که با هم قصه‌مون رو گوش کنیم. با بغض هر لقمه از غذا رو فرو می‌دادم. سروش مثل همیشه سر به زیر بود و حرفی نمیزد. سلطان خانم اما انگار دست بردار نبود. کمر همت بسته بود که غرورمو خورد کنه. با زبونه تند و تیزش نیش به تار و پود وجودم زد و گفت: با همین ادا و اصولا دل پسری ساده منو بردی. من نمیدونم این دختر چی داره مادر که تو دل بهش بستی. سارا خواهر سروش برای اینکه توی نقشه زهر مار کردن اون شب به هم موفق بشه در ادامه حرف سلطان خانم گفت: آخ مادر من، تو چه ساده ای. یعنی تو الان نفهمیدی که این دختره با طلسم و جادو سروش رو رام کرده؟ سعی داشتم اشک نریزم اما دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم. ببخشیدی گفتم و از جام بلند شدم. صدای سروش از پشت سرم بلند شد و مدام داشت صدا میزد. حوصله اونو هم نداشتم. رسیدم به ماشین. قبل از اینکه سروش چیزی بگه دستم رو روی بینیم گذاشتم و گفتم: خواهش میکنم سروش هیچی نگو، فقط منو ببخونی. بعد خودت برگرد و تا صبح به نصیحت‌های سلطان خانم و سارا گوش بده و براشون تعریف کن چطوری تو رو رام کردم. با شرمندگی سرشو پایین انداخت. اون بیچاره هم تقصیری نداشت. خودم حماقت کرده بودم و به این وصلت شوم راضی شده بودم. بی حرف درو باز کرد و خودش هم پشت فرمون نشست. توی تمام مسیر من فقط اشک میریختم و سروش پشت هم سیگار میکشید. بالاخره رسیدیم. تا وارد خونه شدیم تلفن خونه زنگ خورد. میدونستم سلطان خانومه. نمیخواستم جواب بدم و تلفن رفت روی پیغامگیر. از صداش کینه و نفرت میبارید. با خشم گفت: دختری پاپتی، حالا دیگه منو جلوی فامیل سنگ روی یخ میکنی؟ خوب گوشاتو باز کن. قرار نیست بتونی پسرمو ازم بگیری. سروش تک پسرم و من هر کاری میکنم تا از چنگال تو نجاتش بدم. تا نون نداشتی خونه ننه بابات بخوری، حالا برای من دوم در آوردی؟ درستت میکنم. بوق ممتد توی گوشی پیچید. سروش نفس عمیقی کشید و گفت: ندا میتونم دلخوری، اما باور کن. دیگه صبرم لبریز شده بود. با فریاد گفتم: چیو باور کنم؟ ها سروش، دقیقاً باید چیو باور کنم؟ اگه تو الان سکوت کردم و حقیقت رو به خانوادت نگفتم فقط به خاطر خودت بوده. هرچند که اگه حرفی هم بزنم اونا باز طرف تو رو میگیرن. میگن من کاری کردم که تو اومدی سمتم. خسته شدم، میفهمی؟ تو رو خدا بیا از هم جدا شیم. من راضیم، چیزی هم ازت نمیخوام، فقط بذار برم رد کارم. سروش کلافه گفت: چقدر این حرفو میزنی؟ من که گفتم حاضر نیستم ازت دست بکشم. اصلا به خاطر تو حاضرم با خانوادم قطع ارتباط کنم. پوزخنده صدا داری زدم و گفتم: گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. همینم مونده تو بخوای به خاطر من قید اونا رو بزنی. فکر کردی چیزی برات میذارن؟ باید بری التماس 100 نفر کنی تا بهت کار بدن. درسانی اگه با اونا قطع ارتباط کنی باز همه چیزو از چشم من میبینن. تو رو خدا دست بردار از این فکرای مسخره. منتظر حرفی از سمتش نموندم و راهی اتاق شدم. در رو جوری بستم که صداش خودم آزار داد. نمیدونستم چرا دق و دلیمو سر سروش خالی میکنم. شاید چون اونو مسبب تموم بدبختی ها میدونستم. اونطوری باهاش رفتار میکردم. چند بار اومد پشت در صدام زد، اما بی محلی حوالش کردم. نمیخواستم باهاش همکلام بشم. حتم داشتم هر چیزی که بگم بیشتر دل اونو میشکنم. بالاخره دست برداشت و فکر کرد که خوابیدم. سرمو به دیوار تکیه دادم. چشمامو بستم و به طالع شوم خودم لعن و نفرین میفرستادم. تمام بدبختیام از جلوی چشمم رد شدن. از اون روزی که پدرم از نردبون افتاد پایین و قطع نخواه شد تا وقتی که مادرم بابت این که بتونه خرج من و پدرمو بده شبانه روز خیاطی کرد و چشماش کمسو شد. همه از جلوی چشمم گذشتن. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا من به این سرنوشت دچار بشم.
بارها وقتی که پدر و مادرم فکر میکردن که من خوابم از زبونشون شنیده بودم که میگن خدا رو شکر فقط خدا منو بهشون داده و بچه دیگه ای ندارن. از همون زمان به خودم قول دادم هر جوری که شده خوب درسمو بخونم و به یه جایی برسم که همه حسرت بخورن. هیچ فامیل و آشنایی نداشتیم. یه بار که از مادرم دلیلشو پرسیدم خیلی سرد بهم گفت جفتمون خانواده هامونو توی زلزله از دست دادیم. تنها کسایی که موندن فقط خودمونیم. حس می‌کردم مادرم زیاد دوست نداره درباره گذشته‌اش حرفی بزنه. بابت همین اصرار نمی‌کردم که بخوام بدونم ماجرا از چه قرار بوده. گذشت و من بزرگ و بزرگتر شدم و پدر و مادرم پیر و پیرتر. یکم که به عقل و هوش اومدم تصمیم گرفتم که برای خودم کار کنم. صبح مدرسه بودم و عصر هم میرفتم مغازه لوازم آرایش نزدیک خونمون و اونجا کار میکردم. رشتم کامپیوتر بود و وقتی که مدرک دیپلممو گرفتم قید دانشگاه رفتن و زدم و تصمیم گرفتم برای خودم کار کنم. اما هیچ فایده‌ای نداشت و هر جا میرفتم یا پارتی میخواستن یا دنبال سوء استفاده بودن. نمیتونستم اونجوری به زندگیم ادامه بدم. تا اینکه یکی از همسایه همون اومد سراغ مادرم و به اون گفت من خودم دارم خونه چند نفر کار میکنم. پولش بد نیست. آدم میتونه به یه نون و نوایی برسه. بعضی از صاحب خونه هم دستشون به خیر میره و تا میتونن بهم کمک میکنن. تو که خودت چشات کمسو شدن لااقل بذار ندا با من بیاد کار کنه. چند جایی میشناسم که خدمتکار میخوان. حس میکردم غرورم جریحه دار شده. برام سخت بود که بخوام قبول کنم برم کلفتی خونه دیگرانو بکنم. اما چاره ای نداشتم. بابت همین قبول کردم. پدرم تا فهمید میخوام چی کار کنم شروع کرد به لعن و نفرین کردن خودشو. در حالی که بغض کرده بود گفت کاش خدا جونمو میگرفت تا این روزا رو نمیدیدم. به خدا که مرگ برام از این زندگی نکبتی بهتره. آخه چرا توی این سن و سال باید به این حال روز بیفتم که ببینم دختر بیچاره و دم بختم خونه دیگران کلفتی میکنه ها؟ به زحمت پدرم آروم کردم و ازش خواستم تا اونطوری به خودش نگه. میدونستم اونم گناهی نداره. تا وقتی که حالش خوب بود سعی میکرد کاری کنه که من و مادرم توی آسایش و رفاه باشیم. اما دست تقدیر این اجازه رو بهش نداد. مریم خانم همسایه‌ام و منو 3 جا معرفی کرد و باید هفته‌ای 2 روز میرفتم خونه هر کدوم از اونا. وقتی زندگی و تجملات اونا رو میدیدم حسرت میخوردم و مدام توی دلم میگفتم که چرا من نباید مثل اونا خوش و خرم زندگی کنم. کم کم به اون شرایط عادت کردم. دیگه مثل روزای اول اذیت نمی‌شدم و سعی می‌کردم تا میتونم خوب کار کنم و بتونم پول خوبم به جیب بزنم. درآمدش زیاد بد نبود. لااقل برای خودم کافی بود. چند صباحی گذشت تا اینکه با خانواده سروش آشنا شدم. پدر سروش یکی از بساز و بفروش‌های کله گنده بود و توپم اونا رو تکون نمیداد. وقتی برای اولین بار پام به خونه اونا باز شد ناخودآگاه حس بدی گرفتم. حس می‌کردم قراره اتفاق بدی اونجا برام بیفته. کاش حسمو دست کم نمی‌گرفتم. از همون اول از رفتار سلطان خانم خوشم نمی‌اومد. مادام به هم امر و نهی می‌کرد و اگه کارش رو خوب انجام نمی‌دادم اونقدر حرف بارم می‌کرد که از زنده موندن خودم پشیمون می‌شدم. چند باری با لحن بد با هم صحبت کرده بود. به هم گفته بود حالم از امثال تو به هم می‌خوره. سال به سال آب به تنتون نمی‌خوره. دهن و تنت بوی گند میدن و اصلا دلم نمیخواد باهات هم کلام بشم. حرفاش قلبمو به درد می آورد. اما چاره‌ای جز تحمل کردن نداشتم. گذشت تا اینکه برای اولین بار توی اون خونه سروش رو دیدم. برعکس مادرش سعی میکرد با هم با احترام رفتار کنه. اما من اصلا از رنگ نگاه اون خوشم نمیومد. انگار میخواست منو با چشماش قورت بده. موقع کار به بهونه‌های مختلف بهم نزدیک میشد و سعی داشت کمکم کنه. این رفتار اون از چشم سلطان خانم دور نموند. یه روز منو کشید کنار یه سیلی زد تو گوشم که برق از سرم پرید. با فریاد گفت دختری قربتی، فکر کردی من نمیدونم توی اون ذهن مسموم تو چی میگذره ها؟ سروش برای من حتی از پدرشم عزیزتره. اگه فکر کردی با اشوه‌های خرکی دل اونو ببری کور خوندی. من 100 تا مثل تو رو تشنه میبرم لب چشمه و بر میگردونم. حواستو جمع کن. کاری نکن بهت بگم دیگه حق نداری از فردا بیای اینجا. کاری نکن بلایی سرت بیارم که جایی بهت کار ندن. با گریه و التماس به پاش افتادم و گفتم باور کنین اشتباه شده. من کاری به آقا ندارم. ایشون هر از گاهی میان پیشم سعی دارن با هم کلام بشن. وگرنه من کاری نذاش حرفم کامل بشه و گفت ببین دختر جون، من نمیخوام از نون خوردن بندازمت. حرفمو بهت گفتم. برام سغرا کبرا نچی. برو رد کارت.
اون روز تا وقتی رسیدم خونه اشک ریختم. پدرم تو حالمو دید فهمید یه جوریم و بابت همین گفت ندا بابا، اگه اذیتت میکنن از فردا لازم نیست بری سر کار. من خودم شده برم گدایی کنم اما خرج تو و مادرت. مادرم وسط حرفش پرید و گفت کریم چی میگی برای خودت؟ کسی به دختر ما کاری نداره. الکی پرش نکن. بذار کارشو بکنه. میدونی پولی که بهش میدن خرج کل زندگی ماست. تو کجا میتونی این همه پول در بیاری؟ حرفای مادرم منو مصمم کرد که به کارم ادامه بدم. چند وقتی گذشت. از ترس سلطان خانم دور و بر سروش پیدام نمیشد و تا میتونستم سریع کارمو انجام میدادم. زود میرفتم و زود برمیگشتم تا با اون رو در رو نشم. مثل همیشه کارم تموم شده بود. میدونستم ممکنه سر و کله سروش پیدا بشه. تون آماده شدم تا برم اما همون لحظه سروش سر رسید. تا منو دید باز اومد سمتم و گفت کجایی ندا؟ کم پیدایی؟ خیلی وقت تو رو ندیدم. بیا من برسونمت خونه. دست باچه گفتم نه لازم نیست، خودم میرم. بدون اینکه بذارم حرفمون ادامه دار بشه پسش زدم و راه افتادم. از نگاه سروش به خودم میترسیدم. حس میکردم افکار خوبی توی سرش نداره. هر بار که اونو میدیدم دست و پاهم شروع میکردم به لرزیدن. این موش و گربه بازی بین من و سروش ادامه داشتن که اتفاقی که فکرش رو هم نمیکردم برام افتاد. آخرای کارم بود که سلطان خانم گفت من چند روزی دارم میرم خونه خواهرم نیستم. کلیدو میدم به باغبون. تو کارتو انجام میدی و میدی. مبادا به بهونه نبوده من نیای خونه رو گند بگیره ها. حواستو جمع کن. قبول کردم. خواست بره اما برگشت سمتم و گفت یادت که نرفته درباره سروش چی بهت گفتم نه؟ سرمو به نشونه منفی تکون دادم و اون خوبه زیر لب گفت و راهی شد. نمیدونستم قراره چند وقت نبینمش اما از رفتنش خوشحال بودم. به غیر از من و باغبون کسی خونه نبود. اون به حیاط میرسید و منم خونه رو مرتب میکردم. خسته شده بودم و عرق از سر و رو میبارید و بابت همین رو سری مادر آوردم. موهامو باز کردم تا دوباره ببندم که یک آن سنگینی نگاه کسی رو روی خودم احساس کردم. همین که برگشتم دیدم سروش توی چارچوب در سرویس بهداشتی ایستاده. نگاهش عوض شده بود و آتش رو راحت میتونستم از چشماش بخونم. با لحن لرزونی گفتم سلام آقا، چیزی شده؟ یه قدم برداشت سمتم و من یه قدم رفتم عقب. تموم بدنم میلرزید و مغزم قفل کرده بود. زیر لب گفت از همون روز اولی که دیدمت جذبت شدم. زیادی برام خاصی. میدونم مامانم با حرفاش ناراحتت کرده، اما من اینطوری نیستم. اگه قبول کنی با هم باشی یه پول خوبی بهت میدم. اصلا لازم نیست دیگه بیا اینجا. خرجت با خودم. قبوله؟ به گریه افتادم و گفتم آقا تو رو خدا برین. بذارین منم برم. دیگه پامو توی خونتون نمیذارم. من هیچی ازتون نمیخوام. فقط بذارین برم. کلافه گفت باید با هم راه بیای. اگه بخوای مقاومت کنی برات گرون تموم میشه. حس کردم سرخوشه. با ترس به اطراف نگاهی انداختم. خیلی اتفاقی یاد باغبون افتادم. به امیدی که اون صدامو بشنوه و به دادم برسه خواستم فریاد بزنم اما انگار سروش دستمو خونده بود. دستشو گذاشت روی دهنم و در سرویس بهداشتی رو بست. بدترین لحظه زندگیمو سپری میکردم. حالم اصلا خوب نبود و فقط سرچه میزدم. شیر آب حموم و سرویس بهداشتی رو باز کرده بود و کسی نبود که به دادم برسه. بالاخره دست از سرم برداشت. نگاهی به من انداخت و گفت تو از این به بعد مال منی. اجازه نمیدم کسی تصاحبت کنی. ازش میترسیدم. به زحمت خودم رو جمع جور کردم و از اون خونه کذایی زدم بیرون. حال روزم خوب نبود. نمیدونستم چطوری باید با اون رسوایی که بار اومده بود کنار بیام. وقتی رسیدم به حدی آشفته بودم که مادرم هم نگرانم شد و با ترس گفت چی شده ندا؟ این چه سر و وضعیه؟ بهونه الکی آوردم تا فقط اونو از سرم باز کنم و راهی اتاق شدم. فکر و ذکرم به حدی درگیر بود که مادر و پدرم هم متوجه شده بودن. نمیتونستم پامو از خونه بذارم بیرون و خودمو زده بودم به مریضی. میترسیدم باز پام به اون خونه باز بشه و از طرفی هم خوب میفهمیدم با شکایت کردن فقط برای خودم آبروریزی را میندازم. دوست داشتم بمیرم. چند باری توی حموم به این فکر افتادم که خودمو خلاص کنم اما هر بار ترس مانع میشد. حدود 1 هفته از ماجرا گذشته بود. سلطان خانم مدام با هم تماس میگرفت و من همه پیام و زنگای اونو بی جواب میذاشتم. مادر و پدرم هم گذاشته بودن به حال خودم باشم و کاری به هم نداشتن. مثل همیشه یه گوشه کز کرده بودم که صدایی در بلند شد. میدونستم کسی با هم کار نداره.
مادرم برای باز کردن پیش قدم شد، اما چند لحظه بعد در حالی که قیافش در هم بود اومد سراغم و گفت پاشو جلویی در کارت دارن. صاحبکارت اومده. چیکار کردی که انقدر توپش بری؟ با شنیدن اسم صاحبکار رنگ از روم پرید. حدس می‌زدم سلطان خانم اومده که توبیخم کنه و باز دروش بارم کنه. از جام بلند شدم و با قدم‌های لرزون رفتم سمت در. همین که بازش کردم سروش رو دیدم. خشم، تعجب، بغض و نفرت همه توی وجودم جمع شده بودن. نمیدونستم اون آدم وقیح چطور حاضر شده به خودش اجازه بده بیاد جلوی خونمون. خواستم در رو ببندم اما مانع شده. گفت کاری نکن آبروریزی را بندازم. بیا بشین توی ماشین باهات حرف دارم. توی نگاهش جدیت رو به وضوح میتونستم ببینم و بابت همین حرفش رو قبول کردم. ماشین رو به حرکت در آورد. ترس هر لحظه توی وجودم بیشتر از قبل رخ نمی‌کرد تا اینکه نزدیک یک پارک نگه داشت. چرخید سمتم و گفت چرا برنگشتی سر کارت؟ دیگه نمیتونستم تحمل کنم. برام مهم نبود چه بلایی سرم میاد. من همه چیزمو باخته بودم. با فریاد گفتم برای چی برگردم؟ هیچ معلومه چی میگی؟ تو زندگی منو نابود کردی. کاری کردی از سایه خودمم بترسم و حالا خیلی راحت حرف از کار میزنی؟ از همتون متنفرم. یه مش پولدار تازه به دوران رسیده که فکر میکنن میشه آدم و شرافتشون رو با پول خرید و فروش کرد. اگه تا الان ازت شکایت نکردم فقط به خاطر خانواده‌مه. اونا این همه سال سوختن و ساختن و نذاشتن کسی بفهمه چی میکشن. من نمیخوام مایه رسوایی اونا بشم. نگران چیزی هم نباش شازده. به کسی حرفی نمیزنم. خوش و خرم به زندگیت برس. آهی کشید و گفت باور کن من نمیخواستم اینطوری بشه. هر کاری کردم تا نظر تو به خودم جلب کنم، اما تو فقط ازم فاصله میگرفتی. به خودم که اومدم دیدم از تو خوشم اومده. همه چیزایی که میخواستم و یه جا داشتی و همین برام بس بود. من برعکس خانوادم پول برام مهم نیست. فقط ذات آدم هاست که برام اهمیت داره. ذات تو پاکه. خواهش میکنم یه فرصت بهم بده تا همه چیزو درست کنم. من میخوام بیام خواستگاریت. خنده عصبی کردم و گفتم انگار خانم والده خودتو نمیشناسی. کمتر توی قصه و خیال زندگی کن. من همه چیزمو از دست دادم. دنبال اینم نیستم که تو بخوای چیزی رو برام درست کنی. تنها لطفی که میتونی بهم بکنی اینه که دست از سرم برداری و بذاری برم. نذاشتم حرف دیگه ای بزنه. از ماشین زدم بیرون. فکر میکردم سروش بی خیالم میشه، اما فایده ای نداشت. چند بار دیگه اومد جلوی خونمون و همین باعث شد مادرم به شک بیفته و جویای ماجرا شد. نمیدونستم باید چی بگم و بابت همین گفتم صاحب کارمی که خواستگارم شده. ما با هم سنخیتی نداریم و من نمیخوامش، اما اون دست بردار نیست. مادرم با شنیدن اسم خواستگار ناخودآگاه لبخند تلخی زد و گفت دخترم چرا اینقدر خودتو آزار میدی و سخت میگیری؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید همین پسرک توی طالع تو بود مادر. توی دلم به حرفش خندیدم. اگه اونم مثل من سلطان خانم و رفتاراشو دیده بود اونطوری حرف نمیزد. کلافه از دست کارای سروش بالاخره کوتاه اومدم و از اون خواستم تا ماجرا رو به خانواده‌اش بگه. حتم داشتم که هیچی باب میل ما پیش نمیره و میخواستم سروش رو از سر خودم باز کنم. درست 3 روز گذشته بود که بالاخره سلطان خانم خودی نشون داد. با توپ پر اومد جلوی خونه ما و وسط حیاط داد و بیداد را انداخت. مدام به هم میگفت باید همون اول که دیدمت میفهمیدم چه ذات پلیدی داری. با پسرم چیکار کردی ها؟ چی توی سرش خوندی که عقل و دین و ایمون رو ازش گرفتی؟ من اگه بمیرم هم راضی به این وصلت نمیشم. گدازاده ای مثل تو جایی توی خونه عیونی من نداره. اون روز نه تنها قلب من بلکه قلب مادرم هم 1000 تیکه شد، اما هیچ کدوم حرفی نزدیم. حدود 1 ماه گذشت و دیگه خبری از سروش نشد. حدس می‌زدم که رفته پی زندگی خودشو. از این بابت که دیگه نباید تحملش می‌کردم خوشحال بودم. گذشت تا اینکه سروش باز اومد سراغم. ظاهرش بشاش بود. همین که منو دید گفت خودتو آماده کن. قراره عروسم بشی. وا رفتم. باورم نمیشد سلطان خانم رضایت داده باشه. گیج نگاش کردم که ادامه داد این مدت که نبودم رفته بودم روستا پیش مادر بزرگ یکی از دوستام. خانواده‌مو تهدید کردم که اگه راضی به وصلتمون نشن برای همیشه از ایران میرم. اونم چون منو زیادی دوست داشتن قبول کردن بیان خواستگاری تو. واقعا خوشحالم. بین زمین و آسمون معلق مونده بودم. نمیتونستم راه درست رو از غلط تشخیص بدم. حتم داشتم آخر اون ماجرا به خوبی و خوشی تموم نمیشه. اما کاری هم از دستم بر نمیومد.
سلطان خانم با اکراه با مادرم تماس گرفت و اجازه خواست که برای خواستگاری بیان. مادر بیچارم هول شده بود. از در و همسایه کلی ظرف و ظروف نو گرفت و کلی خونه را نونوال کرد. اما من خوب میدونستم که این چیزا به چشم سلطان خانم نمیاد. پدرم مدام برام دعا میکرد که خوشبخت بشم و تنها کسی که فقط منتظر یک معجزه بود خودم بودم. بالاخره سر و کله خانواده سروش پیدا شد. اون به همراه پدر و مادرش و سارا اومده بودن. از همون اول نگاه سلطان خانم رو زیر نظر گرفتم. حدس میزدم داره توی دلش تحقیرم میکنه، اما نمیتونست حرفی بزنه. بالاخره مجلس رو دست گرفت و گفت حوصله حاشیه ندارم و میرم سر اصل مطلب. نمیدونم چطوری و چه موقع، اما دختر شما قاپ پسرمو دزدیده. من خیلی تلاش کردم تا این وسط سر نگیره، اما حریفش نشدم. اگرم اینجام فقط به خاطر پسرمه، چون نمیخوام از دستش بدم. همین اول کار بگم. مهریه بیشتر از 5 تا سکه نمی کنم. میخواین بخواین، نمیخواینم ما رو به خیر و شما رو به سلامت. مادر و پدرم جفتشون سکوت کرده بودن و حرفی نمیزدن. خودم هم سرم پایین بود. بالاخره پدرم به حرف اومد و گفت منم تمایلی ندارم بخوام دخترم رو جایی بفرستم که براش احترام قائل نیستن. درسته ما هم سطح شما نیستیم، اما برای خودمون شخصیت داریم و همین باعث میشه من نتونم اجازه بدم کسی به خانوادم توهین کنه. این قضیه از نظر من منتفیه. رنگ سروش پرید و سلطان خانم نفسی از سر آسودگی کشید و گفت خوبه که خودتون حدتون رو میدونین. ما دیگه میریم. قضیه تموم شده است. تا سلطان خانم از جاش بلند شد، سروش با اعتراض گفت مامان کجا؟ مجلس که تموم نشده. سلطان خانم اخم غلیظی کرد و گفت پسر تو مشکل داری؟ کر بودی گفتن دختر بهت نمیدن. بیا بریم. سروش فریاد کشید اگه بریم من دیگه کاری باهاتون ندارم. سلطان خانم پا سست کرد و سر جاش ایستاد. برگشت سمتم و در حالی که با دست بهشونم میزد گفت پسر چشماتو باز کن. توی این دختر چی دیدی که حاضر نیستی ازش دل بکنی ها؟ نه بر و رو داره، نه خانواده درست درمون. یه نگاه به پدرش بنداز. چند وقت دیگه میشه وبال گردن تو. نمیتونستم دیگه اون همه توهین به خودم و خانواده‌مو قبول کنم. دیگه نه اون صاحب کارم بود و نه من ازش خورده برده ای داشتم و بابت همین با صدای لرزونی گفتم همین الان از خونه ای ما بریم بیرون. تا الان محتاج شما نبودیم، از الان به بعدم نیستیم. سلطان خانم تا این جمله رو شنید سری راهی شد و سارا و افشین خان پدر سروش هم پشت سرش رفتن. اشکام روی صورتم جاری شدن و با صدای نسبتاً بلندی رو به سروش گفتم یالا از اینجا برو، دیگه نمیخوام ببینمت. گندی که میخواستی رو به زندگیم زدی، حالا برو رد کارت. خواست با هم حرف بزنه اما مهلت ندادم. حسابی افسرده شده بودم و اصلاً حال روز خوبی نداشتم. بعضی روزا بدون دلیل اشک میریختم و خودم هم نمیدونستم از زندگی چی میخوام. سروش دست بردار نبود. بعد از گذشت مدتی باز اومد جلو و گفت تو قبول کن، من اجازه نمیدم کسی بهت بی احترامی کنه. مادرم هم میدونه من چقدر حساسم. خواهش میکنم وا بده. تو که نمیتونی کنار کسی دیگه ای باشی. من بهت قول میدم خوشبختت کنم. نمیدونستم چی باید بگم. حق با اون بود و با شرایطی که من داشتم نمیتونستم منتظر شاهزاده سوار بر اسب باشم. قبول کردم و سروش همه چیزو جفت و جور کرد. دیگه مراسم خواستگاری برگزار نشد و ما افتادیم دنبال کارهای آزمایش و عقد. خبری از سلطان خانم نبود و منم تا میتونستم حوالی اون پیدام نمیشد. ازش میترسیدم و نگران بودم. چند روز مونده به عقد بالاخره سروش به حرف اومد و ازم خواست تا بریم دیدن سلطان خانم. من مخالفتی نکردم. میخواستم کینه ها فراموش بشه و بابت همین یه جو شیرینی گرفتم و راهی شدیم. سلطان خانم تا منو دید شروع کرد به نفرین کردنم و گفت دختر خدا تو رو به زمین گرم بزنه. بلایی سر پسرم آوردی که آخر سر اومد تو رو گرفت. تو گدازاده‌ای، کلفت زاده‌ای. اصلا چرا باید پات بخونه و زندگی من باز بشه؟ اگه از ترس جونش نبود محال ممکن بود بذارم تو زنش بشی. اما چه کنم که سرخوشه و فکر میکنه تو خوشبختش میکنی. چیزی نگفتم و فقط سکوت کردم. بهش حق میدادم ناراحت باشه. همه چیز به سرعت برق و باد گذشت. سروش نگران بود من از دست بده و بابت همین مراسم عقد و عروسی با هم برگزار شد. اون شب نگاه فامیل سروش رو روی خودم زیاد از حد احساس میکردم. نه به عنوان عروس، به عنوان فقیرترین عضو خانواده. مادر و پدرم مظلومانه یه گوشه نشسته بودن. دلم به حال اونا میسوخت. از اینکه به خاطر من مجبور شده بودن اونقدر تحقیر و توهین رو تحمل کنن ناراحت بودم. اما کاری هم از دستم بر نمی اومد. سلطان خانم اصلا محلم نمیذاشت و فقط دور سروش بود.
گهگداری میشنیدم که خانواده سروش با لحن بدی دربارم میگفتن دختری خودشو غالب کرده. حیف سروش با این همه کماله. گرفتار چه آدمی شده. دوست داشتم بمیرم اما اون همه خفت و خاری رو تحمل نکنم. اون شب با هر جون کندنی بود گذشت. مادرم قبل از رفتن منو توی آغوش خودش گرفت و گفت حلالمون کن مادر. به خاطر ما و شرایط ما قراره کلی حرف بشنوی و نمیتونی راحت و بی درد سر به زندگیت برسی. بگذر از ما. بالاخره بغضم شکست و اونو پدرمو توی آغوش کشیدم. فکر میکردم بالاخره خانواده سروش منو قبول میکنن اما اشتباه میکردم. روز به روز کینه سلطان خانم نسبت به هم بیشتر میشد. تا میتونست به هم زخم زبون میزد و کار به جایی رسیده بود که بعضی وقتا مجبورم میکرد مثل قبل کار خونه رو براش انجام بدم. سروش چند باری هواخواهیمو کرد اما سلطان خانم آخرین بار با توپ پر گفت اگه میخوای به خاطر این دختره غربتی با من اینطوری حرف بزنی همین الان برو رد کارت. من اجازه نمیدم کسی بخواد بهم بی احترامی کنه. خودت هم خوب اینو میدونی. سروشم کوتاه اومد و دیگه حرفی نمیزد. فشار زیادی روم بود. مجبور بودم تظاهر کنم زندگیم خیلی خوبه. هر بار مادرم درباره سلطان خانم سوال میپرسید با لبخند مصنوعی میگفتم زیاد با هم رفت و آمد نداریم. نگران چیزی نباش. اون کاری به هم نداره و منم کاری به اون ندارم. مادر ساده دلم هم باور میکرد غافل از این که توی هر مهمونی نیش زبون اونو منو نشونه میگرفت و تا دلمو نمیشکون دست از سرم بر نمیداشت. آه صداداری کشیدم. دوست داشتم به همه فامیل سروش میگفتم که اون چه غلطی کرده و گرفتار چه مصیبتی شدم. اما هر بار که به اون ماجرا فکر میکردم فقط نتیجه میگرفتم که باید سکوت کنم. قرار نبود اونا طرف منو بگیرن و حتم داشتم که کلی حرف بارم میکردن. روی زمین سرد دراز کشیدم و کم کم پلکام سنگین شدن. زندگیم همونطوری ادامه داشت. سروش سعی میکرد آرومم کنه اما فایده ای نداشت. من حتی دیگه به اونم احساسی نداشتم. هر بار به هم دست میزد اون صحنه ها پیش چشمم زنده میشد و با فریاد میزدم زیر گریه. اونم پشیمون میشد. بابت این مشکل اون برام از یک روانپزشک نوبت گرفت و هفته یک بار باید میرفتم پیشش. حدود 3 ماه گذشته بود تا اینکه مادرم صبح زود با هم تماس گرفت. تعجب کردم. تا جواب دادم زد زیر گریه و گفت بابات فوت کرد. وا رفتم. سروش به هم خیره شده بود و با ترس نگاه میکرد. نمیدونم توی چشمام چی دید که نگران شد. مدام میگفت چی شده نجا؟ مادرت چی گفت؟ خیلی ناگهانی زدم زیر گریه و مرتب اسم پدرم رو صدا میزدم. باورم نمیشد اون رفته. دلم برای نگاهاش تنگ شده بود. اعصابم ضعیفتر شده بود و به اندک چیزی به هم میریختم. توی مراسم پدرم کسی از خانواده سروش حاضر نشد و همین بیشتر آزارم میداد. هنوز مراسم 40 پدرم نگذشته بود که سلطان خانم خیلی اتفاقی ما رو شام دعوت کرد. قبل از شام هیچ حرفی نزد و من از سکوت اون تعجب کرده بودم. مدام به این فکر می‌کردم که چی شده اون حرفی نمیزنه و سکوت کرده. بعد از شام درست روبروم نشست و گفت برای تولد سارا قراره یک مهمونی بزرگ ترتیب بدم. یه لباس درست و درمون میپوشی و به خودت هم میرسی. مبادا کاری کنی آبروریزی بشه. اولش فکر کردم داره شوخی میکنه، اما وقتی نگاه جدیشو دیدم فهمیدم اشتباه میکنم. خنده عصبی کردم و گفتم شماها اصلا بویی از انسانیت بردی؟ هنوز 1 ماه نشده پدر من رفته، اون وقت ازم انتظار داری ساز و دهل دست بگیرم؟ الحق که ذات ندارین. برای خودم متاسفم که عروس شما شدم. راست میگن پرشعور نمیاره. سلطان خانم با عصبانیت از جاش بلند شد و اومد سمتم. منم ایستادم. صبرم لبریز شده بود و هیچ جوره نمیتونستم خودم رو نگه دارم. قبل از اینکه به خودم بیام صورتم سوخت. برای بار دوم بود که داشتم به ناحق سیلی میخوردم. با خشم گفت تو کی هستی که برای من بلبل زبونی میکنی؟ اگه پسر من نبود معلوم نبود باید از کدوم دهکوره‌ای جمعت میکردن. پسر من. وسط حرفش پریدم و گفتم انقدر پسر من نکن. این آدمی که انقدر بهش مینازی یه ذره شرافت نداره. به من دست درازی کرد. حتی نتونست خودشو نگه داره. خوب گوشاتو باز کن. پسر تو به من دست درازی کرد و همه چیزمو ازم گرفت. منم دلم نمیخواست عروس تو باشم، اما مجبور شدم. تا الانم اگه سکوت کردم فقط بابت این بود که حرمت‌ها حفظ بشه. اما انگار شما چیزی از حرمت سرتون نمیشه. نگاهی به سروش انداختم و گفتم مهرم حلال جونم آزاد. سلطان خانم با بهت بهم خیره مونده بود. انگار باورش نمیشد سروش همچین کاری کرده باشه. افشین خان از بین دندونایی روی هم قفل شدش گفت این دختر چی گفت؟ چه غلطی کردی؟ سروش از جاش بلند شد و رو به سلطان خانم گفت بسه مامان. نیشو کنایه زدن بسه. هر چی میگه راست میگه.
من خودم داشتم از عذاب وجدان می‌مردم. خودم پا پیش گذاشتم. این بیچاره حتی به هم نگاه هم نمی کرد. آخه چرا با من و زندگیم این کارو کردی؟ منتظر ادامه بحثشون نشدم. همون شب راهی خونه پدریم شدم. بدون اینکه به چیزی فکر کنم خوابیدم. صبح روز بعد با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم. با تصور اینکه سروش تماس رو قطع کردم، اما گوشیم دوباره زنگ خورد. شماره ناشناس بود. با تعجب جواب دادم. صدای یک مرد توی گوشی پیچید که نمیشناختمش. ازم خواست تا عصر برم به رستورانی که آدرسشو بهم داده بود. ترس افتاده بود به جونم. اولش فکر کردم یه نفر از خانواده سروش قصد داره آزارم بده، اما بعد که خوب فکر کردم فهمیدم اشتباه میکنم. لحن اون مرد حسابی آروم بود. اون حتی درباره پدرم هم خیلی چیزا رو میدونست و همین باعث شده بود باور کنم اون ربطی به خانواده سروش نداره. به مادرم چیزی نگفتم و خودم یکی و تنها طبق قرارمون با اون مرد ناشناس راهی رستوران شدم. انگار منو میشناخت. سردرگم توی رستوران دنبال اون میزی که آدرسشو داده بود میگشتم که با صداش به خودم اومدم. با لحن مهربونی گفت ندا جان. چرخیدم سمتش. نمیدونم چرا، اما شباهت عجیبی به پدرم داشت. لبخندش باعث شد آروم بگیرم. پشت میز نشستیم و اون همچنان که لبخند به لب داشت گفت خیلی شبیه عکسات هستی. تعجب کردم. با لحن بهت زده‌ای گفتم شما منو میشناسی؟ نگاهش رنگ غم گرفت. حس کردم سوال بدی پرسیدم و بابت همین اون دلخور شده. کمی که گذشت گفت خیلی ساله که تو رو میشناسم. از زیر و بم زندگیت خبر دارم. پدرت، مادرت، همه چیز. نمیتونی تصور کنی چقدر منتظر بودم تا به این سن برسی و بتونم اون چیزی که حقت هست رو بهت بدم. هر لحظه تعجبم بیشتر از قبل میشد. نفس صداداری کشید و گفت من کامرانم، برادر پدرت یا در واقع عموت. شوکه شدم. ادامه داد بهت حق میدم جا بخوری. همه چیز اونقدر عجیب و غریبه که اگه منم جای تو بودم شوکه میشدم. همه چیز اما از یه نفرت شروع شد. یه عشق ممنوع و درگیری که دوتا جوان رو تباه کرد. من پسر دوم خانواده بودم. پدرم روی کمال خدا بیامرز برادر بزرگترم خیلی حساب میکرد و یه جورایی اونو جانشین خودش میدید. تقدیر اما اینو نمیخواست و کمال درست شب عروسیش به دست دایی تو جون خودش رو از دست داد. داییت عاشق و دلباخته نشون کرده کمال بود و وقتی که خبردار شد کمال قراره با اون ازدواج کنه تاب نیورد و اون کار احمقانه رو انجام داد. اون زمان اینطور نبود که کار به شکایت و دادگاه و پاسگاه بکشه. هر طایفه خودش باید حق خودشو میگرفت. طایفه مادر به در دنبال داییت میگشتن و نمیتونستن ردی ازش پیدا کنن. از طرف کریم پدرت مادرت رو قبل از این ماجراها دیده بود و به هم دل باخته بودن. نمیتونستن از هم دل بکنن و نمیتونستن به هم برسن. بین زمین و آسمون معلق بودن. وقتی که دیدن زورشون اون وسط به کسی نمیرسه با هم فرار کردن و درست 2 ماه بعد سر و کلشون پیدا شد. مادرت باردار بود و کسی نمیتونست به پدرت آسیبی بزنه. پدرم جفت اونا رو آخ کرد و به پدرت گفت تا عمر داره حق نداری دور و بر اون پیداش بشه. مادر و پدرت خیلی به جفت خانواده ها اصرار کردن اما فایده ای نداشت و جفتشون طرد شده بودن. چاره ای براشون نمونده بود و مجبور شدن از روستا برای همیشه برن. پدرم اما آدم با دین و ایمونی بود. با اینکه پدرت رو آخ کرده بود اما دورا دور پیگیر احوالش بود. وقتی که خبردار شد تو دنیا اومده زیادی خوشحال شد. پدرم عاشق دختر بود. خودش هیچ دختری نداشت و آرزو داشت نوه‌هاش دختر باشن. از همون روز که تو دنیا اومدی به هم گفت سهم الارثی که قرار بود به کریم برسه رو به نام دخترش میزنم. هر زمانی که کریم از دنیا رفت اون سهم الارث رو بهش بده. اگه خودت زنده بودی که هیچ، نبودی به یکی بسپر این کار انجام بده. نمیخوام دست کریم به دار و ندارم برسه و در عوض میخوام که دخترش خوشبخت باشه. پدرم چند سال بعدش فوت کرد و من تا الان زنده موندم تا بتونم وصیت اون رو عملی کنم. توی این پاکت سند چیزایی که به نام تس رو آوردم. پدرم همه جا آشنا داشت و راحت تونست مشخصاتی که از تو لازم داشت رو گیر بیاره. راستش تا الان بار این امانت زیادی روی دوشم سنگینی کرده. میخوام همه چیزو بسپارم به خودت. اونقدر شوکه شده بودم که فکر میکردم خوابم. همه چیز برام عجیب بود. نمیتونستم چیزایی که شنیده بودم رو قبول کنم. عموم نفس صداداری کشید و ادامه داد. بعد از رفتن پدر و مادرت از روستا دایید از ترس جونش خودشو حلق‌آویز کرد و درگیری بین 2 طایفه تموم شد. اما بازم به هم کاری نداشتن چون هر کدوم فکر میکردن که اون یکی مسبب به راه ناخلف کشیده شدن بچه‌شه. پاکت رو گرفت سمتم و گفت بازش کن.
تمام چیزایی که حق توی داخل این پاکته. با دستای لرزون پاکت رو گرفتم و شروع کردم به باز کردنش. اونقدری بود که بتونم با مادرم یک زندگی راحت و بدون دغدغه داشته باشم و حتی یه چیزی هم برای بچه‌ها میموند. نمیتونستم قبول کنم. پاکت رو به عمو برگردوندم و گفتم من نمیتونم قبول کنم. راستش این داستان اونقدر پیچیده است که درکش برای من آسون نیست. خواهش میکنم بریم. بذاریم من فکر کنم همون آدم قبلی هم که هیچی نداشت. عمو گفت میدونم بهت حق میدم. اگه یه نفر اومده بود سراغ من و این داستان رو برام گفته بود محال ممکن بود بتونم قبولش کنم یا باور کنم. اما چه میشه کرد؟ تقدیر این بوده دیگه. شاید خدا خواست تا الان این موضوع پنهون بمونه و تو تازه با خبر بشی. عمو کامران سعی داشت قانعم کنه، اما من فقط میخواستم برم خونه و از زبون مادرم اون ماجرا رو بشنوم. آخر سر پاکت رو داد به دستم و گفت که مالک اون دارایی ها منم و خودم میدونم که باهاشون چی کار کنم. راهی خونه شدم. مادرم تا حال روزم و دید فکر کرد باز سروش اومده سراغم و بابت همین خواست بره سراغ تلفن و یه دل سیر حرف باره اون کنه. اما من مانع شدم و ازش خواستم کوتاه بیاد. انگار فهمیده بود که یک مشکلی دارم. بدون سانسور کل ماجرا رو براش گفتم و اون بعد از تموم شدن حرفام با دهن باز بهم خیره مونده بود. باورش برای اونم سخت بود. بعد از چند لحظه در حالی که بغض کرده بود گفت انگار همین دیروز بود. اون زمان توی روستا هیچ کس دل خوشی نداشت. همه با هم دشمنی داشتن و برای مشتلق گرفتن حاضر بودن همدیگر رو لو بدن. رسول برادرم گند زد به زندگی خودش و هممون. اونقدر عاشق نازگل بود که نتونست عروس شدن اونو ببینه. نازگل اما علاقه‌ای به اون نداشت. چند بار براش پیغام و پسخوان فرستاده بود که دست از سرم بردار، اما رسول نمیتونست دل بکنه. وقتی خبر رسید نازگل میخواد با کمال ازدواج کنه، رفت سراغ نوشیدنی و اونقدر خورد که به مرز جنون رسید. تموم رفیقاش نشستن زیر پاشو گفتن که اون باید انتقام بگیره. جوگیر شد و رفت توی مجلس عروسی و تبدیل به عزاش کرد. همون رفیقاش خواستن فراریش بدن اما نتونستن. راحت نبود. آدمای خانلی همه جا بودن و تا میخواست تکون بخوره خبرش میپیچید. اوضاع زیادی قمر در عقرب شده بود. یه چشمم شده بود اشک و یه چشمم خون. نمیدونستم باید چی کار کنم. از یک طرف کریم بود، کسی که دوستش داشتم، و از یک طرف برادرم. چند بار به کریم گفتم بیا بی خیال من شو. برو پی زندگی. از من برات آب و نون در نمیاد. اما اون حاضر نبود دست بردارم بشه. آخر سرمون بساط رو انداختیم و با هم در رفتیم. یه عقد موقت با هم خوندیم و یه خونه هم اجاره کردیم. دوری از خانواده بدجور داشت آزارم میداد. هر کاری میکردم نمیتونستم تحمل کنم. همون موقع فهمیدم تو رو بار دارم. خواستم بندازم اما کریم اجازه نداد. با هم برگشتیم روستا. پدرم تا فهمید فقط نگام کرد. حتی یک کلمه هم حرف نزد. بعد از گذشت چند سال هنوز نگاهشو یادمه. عاقمون کردن و گفتن که از این روستا بریم. ما هم یکی و تنها راهی اینجا شدیم. پدرت کارگری میکرد و منم سوزن میزدم. از این که کنار اون بودم پشیمون نبودم. درسته کم داشتیم اما لااقل بینمون محبت بود. اون بلا که سر پدرت اومد حس میکردم دنیا برای جفتمون تموم شده. با این حال باز پای همه چیزش وایسادم. وقتی از دنیا رفت حس کردم یه تیکه از وجودم رفته. مادرم زد زیر گریه و من اونو توی آغوش خودم کشیدم. خوب فهمیده بودم که چرا همیشه گذشتش رو پنهون میکرد. نمیدونستم باید با اون چیزایی که به هم رسیده بود چی کار کنم تا اینکه مادرم به حرف اومد و گفت باید بری سراغ کامران. تنها کسی که میتونه بهت کمک کنه همونه. اون چم و خم کار دستشه و میدونم اشتباه نمیکنی. فقط کافیه بهش بگی. خودش همه چیزو درست میکنه. قبول کردم. چند روزی گذشت و خودم باز رفتم سراغ عمو کامران. اون بهم قول داد که تموم کارا رو راست و ریست میکنی. توی این مدت مدام سروش با هم تماس میگرفت و ازم میخواست که برگردم. مرتب میگفت اجازه نمیدم کسی ناراحتت کنه. اصلا میریم یه شهر دیگه. تو فقط برگرد کنارم. نمیتونستم قبولش کنم. قلبم ترک خورده بود. کلی حرف به ناحق شنیده بودم و برام سخت بود که بخوام باز به اون زندگی برگردم. از طرفی میدونستم قرار نیست خانواده سروش تغییری بکنن. اونا از من خوششون نمی اومد و حتی اگه هم سطح اونا هم می شدم باز منو قبول نمی کردن. این ماجراها ادامه داشتن که عمو کامران سر ماه یه مبلغ پول خیلی زیاد زد به حسابم و گفت کار کرده زمین و باغه برای خودته. شوکه شده بودم. دروغ چرا؟ تا اون لحظه اون همه پول رو توی حساب خودم ندیده بودم.
اولین کاری که کردم یه خونه جدید خریدم و با مادرم اونجا ساکن شدیم. با باقی مونده پولم زندگیمون رو نونوار کردیم. از عمو خواستم تا یکی از زمینا رو بفروشه و با پولش یه ماشین انداختم زیر پای خودم. احساس خوبی داشتم. انگار خدا جواب تموم دعاهامو داده بود. سروش رو جواب کرده بودم و منتظر یک فرصت بودم تا از خانواده اون انتقام بگیرم. حسابی به خودم رسیدم و راهی خونه سلطان خانم شدم. تا منو دید دهنش از شدت تعجب باز موند. انگار انتظار نداشت منو اونطوری ببینه. با تعجب و کنایه گفت: پسر بیچاره من کجاست که ببینه تو چطوری با پولای بی صاحب اون به خودت میرسی؟ هرچند هر بلایی که سرش بیاد حقشه. آدمی که نمیدونه باید به حرف مادرش گوش بده باید هم این بلاها سرش بیاد. پوزخند صداداری زدم و گفتم: شما فکر میکنین که واقعا من با پول سروش اینطوری شدم؟ اشتباه میکنیم. اومدم اینجا تا بهت یه خبر خوب بدم. من میخوام از سروش جدا بشم. مهریه هم نمیخوام. هرچی از تو حرف شنیدم برام بسه. مایه ننگ منه که بخوام با خانواده این مثل شما زندگی کنم. سروش بیچاره هم حیف شد. به خاطر شماها تموم زندگیش خراب شد. حتی الانم حاضر نیستی زندگی اونو جمع جور کنی و فقط دنبال اینی که به من ضربه بزنی. تلاش بی خود نکن. من خودم با پای خودم از زندگیتون میرم. سلطان خانم هاج و واج نگام میکرد. از خونه زدم بیرون و هنوز سر کوچه نرسیده بودم که شماره سروش روی صفحه گوشی ظاهر شد. پوزخندی زدم. سلطان خانم سریع اطلاعاتو به اون رسونده بود و حتم داشتم دنبال سر در آوردن از ماجراست. با لحن سردی جواب دادم اما اون حسابی عصبانی بود. با لحن بدی گفت: هر جایی هستی آدرس میدی تا سری بیامونسم. باید توی خیلی چیزا رو در بیارم و مشخص کنی که جریان از چه قراره. تماس قطع شد. براش پیامک فرستادم و یه گوشه پارک کردم. یک رو بعد کنار ماشین ایستاد. حدس میزدم دنبالم میگرده و با بوقی که زدم چرخید سمتم. اونم دهنش باز مونده بود. در حالی که اخم ظریفی کرده بودم گفتم: کارت چیه؟ تعجبش رنگ خشم گرفت و گفت: این ماشین تیپ و ظاهرت معنیش چیه؟ از کجا این پولا رو آوردی؟ یالا بگو ببینم. خون سرد گفتم: دلیلی نمیبینم که بخوام بهت توضیح بدم. از کوره در رفت و با عصبانیت گفت: باید توضیح بدی. من شوهرتم. از کجا پول اینا رو آوردی؟ نکنه فهمیدم چی توی ذهنش میگذره. زیر لب قریدم: نکنه چی؟ بگو سروش. چرا حرفتو نصفه خوردی؟ نکنه فکر کردی مثل خودتون شرف آدما رو میشه با پول خرید؟ یا نکنه فکر کردی بابت 1 قرون 2000 حاضر شدم خودم رو به فنا بدم ها؟ کدومش؟ رنگ از رخش پرید. معلوم بود از چیزی که به زبون آورده خجالت کشیده. چند لحظه ای فقط نگام کرد و بعد آروم گفت: ببخشید، نباید اون حرفو میزدم. فقط شوکه شدم. شماها تا چند روز پیش چی نداشتین. حالا یک شبه ماشین، لباسای نو، این همه تغییر کردی. حق بدی که ذهنم درگیر بشه. پوزخندی زدم و گفتم: نه، تو حق نداری. از الان به بعد تو دیگه هیچ حقی درباره من و زندگیم نداری. تو هیچ وقت منو نشناختی که اگه شناخته بودی به هم شک نمی کردی. سرشو پایین انداخت. هیچ حرفی به زبونش نمی اومد که بخواد بزنه. چند لحظه بعد آهی کشید و گفت: پس حقیقت چیه؟ تو رو خدا حقیقت ماجرا رو به هم بگو تا منم از این برزخی که گرفتارش شدم نجات پیدا کنم. دیگه چیزی برای پنهون کردن نداشتم. از روزی که عمو کامران پیدا شده بود تا وصیت پدر بزرگم و سهم الارثی که به اسمم شده بود همه چیزو مو به مو براش تعریف کردم. هرچی بیشتر میشنید بیشتر مبهوت میشد. آخر سر با ناباوری گفت: یعنی این همه سال همچین حقی داشتی و خودت هم خبر نداشتی؟ سری تکون دادم و گفتم: آره، خدا خواست دیر بهش برسم اما بالاخره رسیدم. خوشحالم که الان بهم رسیده، چون با ماجرایی که پیش اومد باید حیرون و سرگردون میشدم، اما باز خدا کرم و لطفش رو بهم نشون داد. مستقیم توی چشماش نگاه کردم و ادامه دادم: ولی بدون این پول هیچ چیزی رو عوض نکردی. زخمی که تو به من زدی با هیچ پول و سهم الارثی خوب نمیشه. تو بلایی سرم آوردی که هر روز آرزوی مرگ میکنم. سروش بغض کرد و گفت: میدونم. هر روز دارم تاوان اشتباهمو میدم. اگه 1000 بار دیگه هم به دنیا بیام اون روز لعنتی رو تکرار نمیکنم. کاش همون موقع که به التماس افتاده بودی میذاشتم بری. کاش قبلش ازت خواستگاری کرده بودم. کاش به خودم مسلط بودم. کاش. وسط حرفش پریدم و گفتم: دیگه کاش فایده ای نداره. زندگی من نابود شد. شاید الان از نظر مالی مشکلی نداشته باشم، اما شبایی که با گریه خوابیدم، روزایی که از سایه خودمم میترسیدم و لحظه هایی که از خودم متنفر شده بودم هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشن.
اشک از گوشه چشمش سرازیر شد. اولین بار بود که مردی رو می‌دیدم که اونطور جلوی من گریه می‌کنه. با غم گفت فقط یک فرصت بده جبران کنم. هر کاری بخوای انجام میدم. اصلا از این به بعد هر چیزی که تو گفتی. میریم یه جایی دور از این آدما، با هم خوش و خرم زندگی می‌کنیم. اجازه نمیدم خم به ابروت بیاد. باور کن من تو رو دوست دارم. هر کاری که کردم فقط از روی علاقه‌ای بود که بهت داشتم. میدونستم راحت نمیتونم به دستت بیارم و بابت همین حماقت کردم. الانم دارم چوبشو میخورم. حاضرم هر مجازاتی رو تحمل کنم الا اینکه تو دیگه منو نخوای. با هم این کارو نکن. با ناراحتی گفتم جبران بعضی اشتباه‌ها ممکن نیست. من تصمیممو گرفتم. من و تو نمیتونیم کنار هم باشیم. قسمت هم نمیشیم. نمیتونیم با تقدیر بجنگیم. اگه بخوای من با هم باشیم فقط خودمون آزار میدیم. من فردا دادخواست جدایی رو ثبت میکنم. مهری هم نمیخوام. فقط میخوام برای همیشه از زندگی شما بیرون برم. سروش خواست چیزی بگه اما دستم رو بالا آوردم و گفتم تمومش کن. هرچی بین ما بود همون روز تموم شد. امروز فقط اومدم که اینو با احترام بهت بگم. دیگه نه کینه ای دارم نه انتقامی. فقط آزادی میخوام. چند لحظه بی حرکت ایستاد. بعد خیلی آروم گفت اگه این آخرین خواسته ای توی من مخالفت نمی کنم. فقط امیدوارم یک روزی منو ببخشی. دلم نمیخواست ماجرای بین من و تو اینجوری تموم بشه. کلی برای آیندمون برنامه داشتم. امید داشتم که از تو بچه دار بشم. فکر میکردم میتونم خانوادم رو درست کنم و برای یک بار هم به دل خودم زندگی کنم. اما بازم گند زدم و تو رو از خودم رنجوندم. بدون جواب ماشین رو به حرکت درآوردم و از کنارش دور شدم. از آینه نگاش کردم. هنوز همونجا ایستاده بود و فقط رفتنم رو تماشا میکرد. حس کردم بالاخره یک بار سنگین از روی شونه هام برداشته شده. با اینکه میدونستم سروش تقصیری نداره اما نمیتونستم با اون بمونم. بین من و خانواده اون حرمت‌های زیادی شکسته بود که به راحتی نمیتونستیم باهاش کنار بیاییم. اونا ماجرای من و سروش رو فهمیده بودن. حتم داشتم که نگاهشون به من از قبل هم بدتر شده. ماجرا رو برای عمو کامران تعریف کردم. اون تنها حامی و پشتیبانم بود. فردای اون روز همراه عمو کامران و وکیلش تمام کارهای جدایی رو شروع کردم و سروش هم برخلاف انتظار هیچ اعتراضی نکرد. حتی وقتی قاضی ازش پرسید نظری داری فقط گفت هر تصمیمی که ندا گرفته قبول دارم. بهش احترام میذارم. چند هفته بعد حکم جدایی صادر شد و برای همیشه از هم جدا شدیم. حس می کردم زنجیری که اون همه وقت دور دست و پام پیچیده شده بود بالاخره باز شده. دیگه قرار نبود خودم و قربانی اشتباهات دیگران کنم. چند روز بعد عمو کامران منو برد تا از زمین‌ها و باغ‌هایی که به اسمم شده بودن دیدن کنم. باورم نمیشد. منی که یک زمانی برای یک لقمه نون خونه مردم کار می‌کردم حالا صاحب اون همه دارایی شده باشم. اما بیشتر از همه خوشحال بودم که دیگه مادرم لازم نبود قصه بخوره. بهترین دکتر چشم شهر رو برای مادرم پیدا کردم تا درمانش شروع بشه. وقتی برای اولین بار بعد از سالها مادرم با لبخند گفت که دیدش بهتر شده، اشکام بی اختیار روی گونه هام سرازیر شدن. همون لحظه فهمیدم ارزش پول فقط وقتیه که بتونه لبخند عزیزترین آدم زندگیت رو برگردونه. چند روز بعد مادرم کنار پنجره ایستاده بود و با لبخند به حیاط خونه جدیدمون نگاه میکرد. آروم گفت ندا هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی توی همچین خونه ای زندگی کنیم. پدرت اگه الان زنده بود از خوشحالی بال در می آورد. دستشو گرفتم و گفتم همه اینا حق تو بود مامان. سالها زحمت کشیدی و دم نزدی. حالا نوبت منه که جبران کنم. مادرم اشکاشو پاک کرد و فقط گفت خدا رو شکر، همین برام کافیه. چند ماه بعد با کمک عمو کامران یه شرکت خدمات کامپیوتری را انداختم. از همون رشته‌ای که سالها قبل به خاطر فقر مجبور شده بودم کنارش بذارم دوباره شروع کردم. کم کم کارم گرفت. چند تا دختر جوان که شرایط سختی مثل خودم داشتن استخدام کردم. همیشه بهشون میگفتم هیچ وقت اجازه ندین کسی به خاطر پول یا موقعیت تحقیرتون کنه. هر وقت یکی از اونا حقوق اولین ماهش رو میگرفت و با ذوق از برنامه‌هاش برای کمک به خانواده‌اش حرف میزد، حس میکردم خدا داره به هم نگاه میکنه. اسم شرکت بین مردم پیچید و هر روز مشتریای بیشتری پیدا میکرد. عمو کامران با افتخار میگفت پدر بزرگت اگه زنده بود امروز به داشتن همچین نوه‌ای افتخار میکرد. هر بار این حرفو میشنیدم دلم میگرفت.
کاش یک بار هم میتونستم اون مردی رو که هیچ وقت ندیده بودمشو از نزدیک ببینم و فقط ازش تشکر کنم. یه روز عصر که از شرکت برمیگشتم گوشیم زنگ خورد. شماره سروش بود. چند لحظه به صفحه گوشی خیره موندم، اما این بار جواب دادم. صدای آرومش توی گوشی پیچید و گفت فقط میخواستم بدونی خونه پدریمو ترک کردم. دیگه با خانواده‌ام زندگی نمی کنم. رفتم یه شهر دیگه تا از نو شروع کنم. نگران نباش، دیگه مزاحمت نمیشم. فقط خواستم برای آخرین بار ازت عذرخواهی کنم. چند لحظه سکوت کردم و بعد گفتم امیدوارم این بار زندگی تو درست بسازی، اما گذشته هیچ وقت بر نمیگرده که بشه جبرانش کرد. تماس قطع شد و دیگه هیچ وقت ازش خبری نشد. یه مدت بعد شنیدم توی یک شرکت معمولی مشغول کار شده و زندگی معمولی برای خودش دست و پا کرده. برای اولین بار فهمیده بود که ارزش آدم‌ها به پول و اسم خانوادگی نیست. چند هفته بعد خیلی اتفاقی سلطان خانم و جلوی بیمارستان دیدم. انگار چند سال پیرتر شده بود. تا منو دید آروم اومد سمتم. خبری از اون غرور و تکبر همیشگی نبود. با صدایی که از بغض میلرزید گفت ندا خدا رو شکر دیدمت. فقط میخوام یه چیزی بگم. حق با تو بود. من با لجبازی زندگیمونو خراب کردم. نه پسرم کنارمه نه آرامش دارم. اگه اون روز مثل یک مادر عاقل رفتار میکردم شاید الان همه خوشبخت بودیم. برای اولین بار دلم براش سوخت. آروم گفتم من ازتون کینه‌ای ندارم، اما هر کسی نتیجه کارای خودشو میبینه. شما هم دیدی. سلطان خانم اشکشو پاک کرد و گفت فقط یه خواهش دارم. اگه یه روز سروش خواست دوباره زندگیشو بسازه براش دعا کن. اون بیشتر از همه تاوان اشتباهشو داده. جواب دادم همیشه دعا میکنم هیچ آدمی اشتباه سروش رو تکرار نکنه و بعد از کنارش رد شدم و دیگه پشت سرم رو نگاه نکردم. چند ماه بعد کنار مزار پدرم ایستادم. شاخ گلی روی سنگ قبرش گذاشتم و آروم گفتم بابا بالاخره تونستم روی پای خودم وایسم. دیگه نگران من و مامان نباش. هر کاری کردی تا سرفکنده نشیم و بی نتیجه هم نموند. مادرم هم کنارم ایستاده بود. زیر لب فاتحه‌ای خوند و گفت کریم دیدی دخترمون به آرزوش رسید. باد آرومی بین درخت‌ها پیچید و حس عجیبی توی دلم نشست. همون موقع دست مادرم رو گرفتم و با هم از بهشت زهرا اومدیم بیرون. این بار نه با غم بلکه با امید. برای اولین بار حس کردم آینده دیگه ترسناک نیست. فهمیدم خدا شاید دیر جواب بعضی دعاها رو بده، اما هیچ حقی برای همیشه گم نمیشه. زندگی من از همون روزی شروع شد که یاد گرفتم ارزش واقعی آدم‌ها نه به پولشونه، نه به اسم خانواده‌شون، بلکه به قلب و شرافتشونه. من همه چیزمو از دست دادم تا بالاخره خودمو پیدا کنم. گذشته برای همیشه پشت سرم جا مونده. آینده‌ای که سالها آرزوشو داشتم درست از همون روز مقابلم ایستاده بود. با لبخند سوار ماشین شدم. دست مادرم رو توی دستم گرفتم و به سمت خونه‌ای رفتیم که حالا بوی آرامش میداد. عزیزانم ممنون که تا آخر این داستان همراه هم بودید. اگر از این داستان لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید. کانال باران قصه رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا داستان‌های جدید رو از دست ندید. حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اگه شما جای شخصیت اصلی بودید چه تصمیمی می‌گرفتید؟ من همه کامنتاتون رو میخونم. تا داستان بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.